میرم. و او را نزد پیلات، یکی از بی‌رحم‌ترین قیصران روم که هزاران آدمان را بر خواجه اعظم کشیده بود آوردند. در این صبح دم شما از من چی میخواهید؟ ما شبگر را به نزدت آوردیم. وی آدمان را گمراه میکند. به او چی جزا میدی؟ زندان کنید. سبب ندیدم تا او را جزا دهم. سبب نیست. گناه او این است که مردم را از باج دادن به قیصر من می نماید. من میگوید مسیحم، پادشاهم. شاه؟ تو شاه یهودانی؟ بله همانم. در جلیل شروع کرده بود اکنون اینجا رسید. در جلیل؟ مگر این مرد جلیلی است؟ پس بگذار شاه هرات جزایش بدهد. هرات حالا در اورشلیم است ها؟ نزد هرات بر.